یه دونه حاشیه است، یک ژوته، یه دونه زیر، 2 تا رو، یه دونه زیر، 2 تا رو، یک دونه زیر، 2 تا رو، یه دونه زیر، 2 تا رو، یک دونه زیر، یک ژوته، این رژه اول ماست که 2 تا قارچ انداختیم، یک دونه، 2 دونه. بافت که بیاد بالا بهتر متوجه میشین. حالا میریم پشت کار. دونه های پشت کارمون به همون مدلی که هستش بافته میشه. اگر زیر میبافیم، اگر به طرف خودمونه به طرف خودمون، ژوتر هم به طرف خودمون بافته میشه، یعنی به طرف رو. اینا باز دونه هایی که به طرف زیره به طرف زیر، دونه هایی که رویه به طرف رو بافته میشه. هیچ این طرف بافت که پشت کار هستش هیچ کاری قرار نیست انجام بشه، همون دونه ها همون شکلی که هستش بافته میشه.